ورزش میکنی؟ آه اشتین کشی بخیری بخیری شکر ورزش میکن تو بخو لگر بخو میگردی شکر کنیم دیگه برای آدمی گو گوسفنداییم کشی چه ورزش نمیکنی؟ ورزش چی به درد میخوره؟ دیوونه خدا بسته بدن آدم همین یک بسته بدن آدم وا میشه ورزش خوب چیزه صحتمند میباشه آدم گیلک ندیدی؟ نه گیلک سنگ شکن زیبایی اندام میرسه برسه که اشته اندام داره همین سنگ رو مشت خونه میشکنه که هریون میمونی هرستکی؟ برو پیا خوب بگو ما با یک روز 1 ساعت میرم به کلاب میرم کلاب چی میری؟ تکواندو تکواندو؟ بفهمیدی با پیا خوب یک دست لباس شما تو بست 500-600 ریپیه میشه غیر که دیگه میخوای تو 1 ساعت میرم ورزش میکنی گیلک همیت اندام نداره سنگا که برسه کنی سنگا کنی و دست خو میشکنه هرستکی؟ بفهمیدی بیا بنا که چند تا سنگ به تو بشکنه که باور کنی بله بسته علفا چیکار میکنی؟ باشه دفعه میبرو خب بله کجی؟ تو میگم بچه خاله به تو دمی که میگم بیا ما تو هم این بیا کجا میری؟ میگم بیا ما تو هم ورزش کنیم ورزش نمیکنی میفهمی؟ گیلک به نام سنگ شکن اسم دنگ میکنه گیلک سنگ شکن ما تو میریم تکواندو چی فایده داره؟ تکواندو بریم با زیبایی اندام گیلک سنگ میشکنه و بکسا خوب باور داری؟ بیا بریم پیشی و تو که میگم بیا بریم ورزش کنیم پیشرفت کنیم نمیتونی روز پس میریم ما تو میگم باکو گیلک تو میگم بیا ورزش کنیم میگی نه ورزش خوب چیزی نیه سر گیلک جان اشتانه مرا خیرات جان بیرا خوبه گیلک جان بله یک اجازه میدی با طبق تو بیایم کار داریم تو چی کار؟ که بیانیم یک سنگ یا بشکن سنگ بشکنم دیگه اسم تو کسی گیلک سنگ شکن دنگ میکنه بیاییم بفرماییم تو که معروفی نو با خدا بیاییم یالا ماشاءالله بیا آمده مالک سنگ بشکنم به شما ببین که ورزش نمیکنه ورزش خود چیزی نه بیاریم از این سنگا هر کدوم که خوش داریم بیاریم بیاریم همین بشکن گیلک کجی میگه نه میشکنی گیلک همینا را میشکنی تو فقط نگاه خور کن دیگه چی کردی بش بیا بیشک گیلک شیر مادر تو آفرین خدا یار تو گیلک سنگ شکن یاری بیشک گیلک دیگه قهرمانیم ما بسی میگه ورزش کن میگه نمایه بیشک نام خدا خدا یار تو گیلک ورزش خوب چیزیه نه ورزش خوب بزی چیزیه میگم دیوانه میگه ورزش کسه که گیلک اسم دنگ میکنه ونوم گیلک سنگ شکن همین هم کبش کن تو شماره کن
زنده باشیم بچه بریم دیگه برو واسه که گیلا جان بدن تو کته شده گیلا. ورزش میکنه بلال کار نداری؟ یور باشه خب بفرمایید امر کنه. بابا بله مادر ما گفتم برو 500 بابا خوب است که برم درشی بخرم دگم تو دیگه 500 دیگه هم بکاره کعنی برم به کلاب باباشکو با کجا؟ باباشکو به کلاب این ترکتول به سر ما گول کردی تا جایی که من ترمو چای ویدری بیار که علق گولی ما خوش شده تو حالی بیامده برات پیل که میرم ورزش کنم بابا ورزش خوب چیزیه بابا زمین زمینه همه ورزشه تاشون بلزنه ورزشه بیا گرونی کن بابا من میرم به کلاب خودی عباس هم میره گفته اگه رفتی میشه من میرم به تک باندو و خود کله گنده خبرت ورزش ها بابا اون گله که بریش نکنی میشته بدن کده سنگار به دست خومش کنه گله که سنگشکن همیشه معروف نشده راست میگی گیلک سن شکن او شکن خود سر کنه شکمی بابا سیره بخکل سیره میشه خونه نگوشنگی کون خزه میکنه این سیره بابا من میرم نگه بابا میگو بیا بشی که گرمی که من میرم که نماز دست نماز گیر بده بالا شو بابا من این یاد دارم بس اگه من دل بیارم
کنیم. سلام علیکم. سلام. خوبی بخیری سلامت. یار هستین؟ شکر زنده باشه. کی استاد به کلاب میایین؟ ما تایم نمازدگار چره؟ خاطر گفتم من بیام به پیش ما. یعنی جیبه اندام کنم. تو بیایی؟ به پیش ما شاگرد شو. آخه نمیخوره سی به اندام بزی و قیافی تو نمیخوره بزی هیکل تو نمیخوره. اشته. آخه تو جسته نداری اونا همه وزنه مگه تحوالا کنی تو خود تحوالا کرده نمیتونی. اونی استاد گله کرده بدیدیم اشته به جوا کرده گله که سنگ شکم. گیلک صحیحه گپ تو صحیحه گیلک خودی ما چند وقت میشه کار میکنه اما برو چه مثلا برو اما چیزه گیلک هست هیکل داره قد داره میتونه وزنه تحوالا کرده یک وزنی 10 کیلویی تو تحوالا کرده نمیتونی تو برو فقط یا تیکواندو کار کن یا فوتبال یا رزبی کار کن. استاد خاطر برفتم پیش بیار خود گفتم پیل بدین که من لباس بخرم پیل ندادم یعنی من بیامدم پیش ما خاطری از شما رشتی شما لباس نمایی یعنی بر شاگرد چون پیش ما. آخه یک چیز دیگه تو بچه مامان نوروز نی؟ خب سکو بچه مامان نوروز اسم تو چیه؟ کجی؟ کجی جان سکو ما به تو چی میگم خب بگی. اول کو رشتی ما هم لباس ماه با دیومی تو برو دگاه تو اصلا به تعمی کوچا بده وقت به تو ورزشه دل من نش کردیم استاد من ورزش خوش دارم. کجی جان همو کلاب پر که ما به تعمی دی تیار کردیم به خاطر شما تیار کردیم به کسی که بریو بخوره حالا ما همو کلاب پر تیار کردیم که شاگرد به خو بگیریم به تو نمیخوره ای کار. خوبه خیلی باشه من میرم. تو به تعمی دیا به خو بده وقت به تو ورزش میشه. خوبه خداحافظ. خداحافظ سلام هم به پیار خو بگو. کجی.